سلام عزیزای دلم، روزتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدم راجع به یه موضوعی صحبت کنم که امکان داره خیلیامون درگیرش باشیم. چند روز پیش یه اتفاقی برامون افتاد و من مجبور شدم برم یه بیمارستان. حین اینکه داشتم این کارهای مربوط به خودم رو انجام میدادم یه سری صدا میشنیدم که مضمونشون اینجوری بود: مگه من نگفتم بچم اوتیسمه؟ چرا نمیگین چه دارویی بهش زدین که بچه من تشنج کرد؟ و من گوشام تیز شد. بله، این پدر و مادر بچهشون رو از 9 صبح آورده بودن بیمارستان و اون موقعی که من اونجا بودم ساعت 4 بعد از ظهر بود. پدر و مادر تمام این مدت داشتن میگفتن که چه چیزی به بچه من تزریق کردین، چه آمپولی، چه دارویی تجویز کردین که بچه من تشنج کرده. و جالب و غم‌انگیز این بود که هیچ کدوم از پرستارا و هیچ کدوم از دکترها نمیگفتن که چه دارویی به این بچه تجویز شده. در آخر والدین بدون اینکه بدونن چی به بچهش تزریق شده و تجویز شده با رضایت شخصی از اون بیمارستان رفتن. خواستم همینجا یه خواهشی بکنم از کادر درمان. بچه‌های ما همینجوری تحت فشار هستن. خواهش میکنم ازتون اگر اشتباهی رخ داده، اگر تجویز اشتباهی بوده، حداقل بیان کنین تا ما جلوی آسیب‌های بیشتر رو بگیریم. خواهش میکنم ازتون.